سلام، خیلی خوشحالم که اینجام. گرچه که شما اینجایین، خیلی خوشحالم که شما اینجایین. به چنل یوتیوب من خوش اومدین، به این ویدیو خوش اومدین. اولین ویدیو یوتیوب منه. من قبلا زیاد فعال نبودم توی یوتیوب، یعنی حتی ویور فعالی هم نبودم. فقط مثلا یه ویدیویی رو تعریف میکردم یا مثلا یه چیزی خودم دنبالش میگشتم، میادم توی یوتیوب سرچ میکردم و مثلا میرفتم نگاهش میکردم. اسمم فریباز، 23 سالمه. شعار این چنل زندگی بدون فیلتر. اینجا ما قراره راجع به اتفاقای زندگی واقعی، احساسات واقعی، صادقانه و رک صحبت کنیم. به چالش‌های اشاره کنیم که ممکنه توی زندگی برای هممون پیش بیاد. چالش‌های مثل افسردگی، بریکاپ، شکست عشقی، خیانت، مستقل شدن، تنهایی، ناامیدی. سایدهای منفی و بد بود، ولی خب روی سایدهای خوب هم تمرکز خواهیم کرد. اینکه چجوری یاد بگیریم تمرکز بهتر داشته باشیم برای کار کردن، اینکه چطوری یاد بگیریم زمانمون رو مدیریت کنیم، اینکه چطوری یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم. که خلاصه توسعه فردی با فریبا. من اول خیلی مثلا فکر کردم راجع به چی صحبت کنم و اینا. اول اومدم این انتخاب کردم که راجع به شکست عشقی حرف بزنم. اینکه بعد از شکست عشقی چی کار کنیم، یعنی چطوری کلا واکنش نشون بدیم، چه کارهایی انجام بدیم که آرومتر بشیم و راحت‌تر با این قضیه کنار بیاییم و اینا. ولی خب لحظه آخری یه لحظه مثلا به خودم گفتم چطور میشه اگه موضوع اولین ویدیوم این باشه که چرا یوتیوب رو شروع کردم و کانال کلا قرار راجع به چی باشه و این داستان. و احتمالاً فکر میکنم که زیادم ویو نخوره، ولی خب یه چیزی بود که به دلم اومد و that's it. موضوع ویدیو، چرا یوتیوب رو شروع کردم و چرا این کانال رو ساختم و چرا این موضوع انتخاب کردم. خب ببینید بچه‌ها، یوتیوب واقعا خیلی فضای خوبیه. کلا سوشال مدیا، هم یوتیوب هم اینستاگرام، کلا فضای مجازی خوبیشون اینه که این شانس رو بهت میدن که اگه به چیزی علاقه داری میتونی خودتو به نمایش بذاری و میتونی علاقت رو نشون بدی، مهارتت رو نشون بدی و حتی ازش پول در بیاری. احتیاج به سرمایه‌ای هم نداری این وسط. حالا من از سرمایه استفاده کردم چون ندارم، وگرنه که یه 2-3 تا رینگ لایت اینور مثلا لازم داشتم. واقعا نور اتاقم اصلا خوب نیست، ولی خب حالا صدام نمیدونم چطوره، میکروفونم که ندارم. حالا دیگه اولشه دیگه، فریبا جان اشکال نداره، اولشه جاست استارت. خب فقط باید شروع کنیم، فقط شروع کن. تو اول برای شروع کردن به هیچ چیز احتیاجی نداری بیبی، تو فقط به خودت احتیاج داری. Yes, that's it. ادامه حرفم چی بود؟ چی داشتم میگفتم خدایا؟ آها، چرا یوتیوب شروع کردم؟ خب حالا مثلا علاقه من یا مهارت من چیه؟ من درسته مثلا پرش افکار زیاد دارم، هی حواسم پرت میشه، مثلا قاطی میکنم و این داستانا، ولی صحبت کردن رو دوست دارم و به نظر خودم هم توی صحبت کردن خوبم و این شد که تصمیم گرفتم بیام صحبت کنم. حالا چرا راجع به این موضوع صحبت کنم؟ به خاطر اینکه من خیلی 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 به توسعه فردی علاقه دارم، به روانشناسی خیلی علاقه دارم، پادکست‌های زیادی گوش دادم توی این حوزه ها، کتاب‌های زیادی خوندم. کتابخونم این وره، بعداً بهتون نشون میدم. این ورم البته کتابخونه دارم. تجربه‌های زیادی هم دارم توی اشتباهات زندگی و مثلا اینجوری هم که با خودم گفتم وقتی مثلا من همه تجربه دارم و به این چیزا علاقه دارم، خب چرا نرم راجع بهش صحبت نکنم؟ چرا نرم یه چنل یوتیوب بزنم و یوتیوبرش شم؟ چرا؟ واقعا چه دلیلی داره؟ اصلا اهمیتی داره اگه این ویدیو رو کسی نبینه؟ چرا؟ من حرفمو زدم، من کارم کردم. خب خلاصه که شما هفته یک ویدیو از من خواهید دید اگر زنده باشم، اگر خدا قسمت کنه، و اینکه هر هفته هم یه کلی چیز جدید یاد میگیرید. اگر شما هم مثل من یوتیوبر تازه کار هستید که تازه شروع کردید، خیلی خوشحال میشم که باهاتون آشنا بشم
کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و به هم بگید که منم سابسکرایبتون کنم و با هم دیگه دوست بشیم. خیلی 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 مشتاقم که دوستای جدید و خوبی اینجا پیدا کنم، چون کلا همیشه هم به نظرم اینجوری بود که فضای یوتیوب واقعا از اینستاگرام و اینا بهتره. خلاصه که آره دوست